خواهش بکنم همینجا یادم آمد عزیزانی که در صفحات هستید در فیسبوک، خواهش من از شما امین است. در بسیار جاها در صفحات میگذارند یک موسیقی را، در صفحات میگذارند یک رقص را، در صفحات میگذارند یک کفرگویی را، در صفحات میگذارند توهین به علما را، در صفحات میگذارند توهین به دین را، ولی باز مسلمان او را لایک میکنه. چی میکنه؟ مسلمان او را لایک میکنه. موسیقی در داخل گوشیش نگاه میکنه، در فیسبوکش باز او را لایک میکنه. ای برادر مسلمان، از عذاب قبر مگر تو بیخبر هستی؟ وقتی تو به موسیقی کلک لایک میزنی معنایش نیست که تو را تایید کردی و از او راضی هستی. بس میدانی وقتی کسی به معصیت الله راضی باشد، کسی به معصیت راضی باشد و معصیت خوشش بیاید، خطره کفرش برده می شود که کافر شود. از عذاب قبر بیخبر هستی. وقتی با عالم توهین میشه باز مسلمان او را لایک میکنه، باز در کامنت هم نوشته میکنه که افغانستان علما خراب کرده است، باز در اون کامنتش نوشته میکنه باور کنید ما شنیدیم لعنت به علما. این مسلمان است، این هم داخل قبر میره. این هم میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی من است، این توهین را به علما میکنه. نه عزیز من، از این بترس، لایک نکو. درس موجه نوشته نکو لعنت به فلان به فلان، بلکه نوشته کو الله همه ما را هدایت نصیب بگردان، الله تو را هدایت نصیب بگردان که این را ماندی و این را گذاشتی. پروردگار به تو توفیق بده. اون را لایک نکو. بعضی ها اون را اشتراک گذاری میکنن، در صفحه خودشان میگذارن تا رفقایشان ببینه چه دختر خوب با چه موسیقی میرسد. تو از عذاب خدا بیخبر هستی. مگر اون داستان براتون نکرده بودم که همون رفیقش که در کامپیوتر و در داخل اینترنت با اینترنت سر کار داشت که عکسای مستهجن و فیلمای مستهجن را سر کار داشت به همراهش میگذاشت در صفحات. بعد از این ناگهان شب مرد. همین رفیقش در خواب دید که به سر قبرش مردم جمع شدن، همه به سر قبرش ادرار میکنن، همه به سر قبرش ادرار میکنن. وقتی از عالم پرسیدن که ما این گونه خواب دیدیم، گفت اونهایی که در اشتراک گذاری های این صحیح شدن و از فیلم هایی که این گذاشته استفاده کردن، اونها هستن که بالای سر قبر از این ادرار میکنن. عزیز من، از عذاب قبر بیخبر نمان. پکتیا و پکتیکا و خوست یک قریه در یک شب بالاتر از 1000 نفر نیستن دیگر، بالاتر از 1000 نفر رفتن. امکان داره امشب منتو نباشه، امکان داره یک ساعت بعد منتو نباشه. همین لحظه وقت است، فرصت است. تو بگویی توبه تو خیلی وقت میگیره. نه، فقط از ته دل همینجا پشیمان شو خدایا دیگر نمیکنم. پروردگارا به سمت تو آمدم، دیگر توبه کردم، از همه گناهان خود توبه کردم، حتی نامم نبر خدا کن لش میدانه. تکبیر! نامم نبر از فلان فلان، بگو خدایا از کل گناهان توبه کردم. خدای دیگر پدر و مادر آزار نمیتن، دیگر زنا نمیکنم، دیگر چشم چرانی نمیکنم، دیگر فیلم های مبتذل تماشا نمیکنم، همینجا توبه کن. خدای بینمازی نمیکنم. من یه خواهش اخیر دارم، بعد دعا میکنم وقت به پایان رسید. خواهش اخیر من امین است که خدا فقط روز جمعه پرستش نمیشه. هر روز چند مرتبه نماز بخونید؟ چند مرتبه؟ چند رکعت نماز از 5 مرتبه که میخونید؟ چند رکعت؟ حساب نکردید؟ تانیز حساب نکردید؟ چند رکعت فرض هر روز میخوانید؟ تیز جواب بکنید. 17 رکعت دیرم حساب نکردید. اگر ما بگویم چند پیسه داریم، میگه 5 لک روپیه در فلانی جای شمارش کردیم. وقتی در رکعتش میده چند بار میگه میره شروع شمار کردیم، یکیش هم کم نیست. ولی ما 30 سال نماز خواندیم، 40 سال نماز خواندیم، هنوز نمیدونیم چند رکعت فرض نماز خواندیم. چقدر بی‌خبر است. هنوز نمیدونیم چند تا واجب داخل نماز است، چند تا سنت داخل نماز است. بیاییم عزیزان خود یک مقدار فرصت به خاطر خانه قبر خود بدیم، به خاطر زندگی ابدی خود ما. زندگی دنیا زودگذر است.